أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. برادرای عزیز، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که وقتی یک کسی در داخل قبر گذاشته میشه، دو ملائکه به نام منکر و نکیر، کل ما و شما میفهمیم الحمدلله، اینا میاین و از پیش از این سه سوال میکنن و این سه سوال از این کس اصلا بر از او خو مراحل آخرت شروع شده، ولی برای کسایی که سر قبر می باشن بر از اینا یک درس است که پیش خودتو فکر بکنه که اگر به عوض امی متوفا ما می بودم و امی سه سوال از من شو و امی سه سوال ما جواب گفته میتونم یا نمیتونم. سوال اولش این است که من رب بکه، اونا پرسانش میگن که رب تو کی هست؟ علما مفسرین قرآن و استادایی که درس عقیده برای ما میدادن، اونا میگفتن که رب کسی است که انسان خلق کرده، خلق کننده، روزی دهنده، زنده کننده، میراننده، شفا دهنده، تعیین کننده قوانین و ارزش ها، این رب است. این سوال کی میتونه جواب بگویه؟ من رب بکه، که کسی در زندگی خود تو عقیده داشته باشه که الله رب ما هست، یعنی خلق کننده ما هست. بعضی کسا هست متاسفانه تو میگه که ما الحمدلله رب العالمین، لکن وقتی که موضوع خلق شدن میشه باز او رو به یک مخلوق نسبت میده که فلانی مخلوق میتونه برای ما بچه بته یا برای ما دختر بته. الله متعال میگه در قرآن عظیم شان که یهب لمن یشاء اناثا، الله هست که برای کسی دختر میته، و یهب لمن یشاء الذکور. امی خلق کردن الله متعال یک آیت قرآن آیت دیگر را تفسیر میکنه. الله هست که برای بعضی ها پسر میته و برای بعضی اردوش میته، و یجعل من یشاء عقیما، و بعضی را عقیم میسازه هیچ اولاد نمیته. اینال بعضی کسا هست ادعا میکنه که من میتونم که بر تو بچه یا دختر بودم، و بعضی کسای دیگه هستن که باز پیش از اونا میرن و برش میگن که فلانی خان بر ما چیکو که من صاحب بچه و صاحب دختر شوم. اینی انسانی که با این عقیده فوت بکنه و وقت از پیشش سوال میشه که من رب بکن، بازی سوال جواب گفتن نمیتونه، دانش بند میباشه. چرا که بر ربوبیت الله که خلق کننده است و روزی دهنده است، یا شفا دهنده هست. شفا دهنده هست. انسان باید عقیده داشته باشه. ابراهیم علیه السلام میگفت و اذا مرضت فهو یشفین. ابراهیم علیه السلام میگفت من که پیغمبر هستم خودم، و پیغمبر ولی از اولیاء الله هست. هر پیغمبر ولی الله هست. و ابراهیم علیه السلام در پالوی ازی که خودش پیغمبر و ولی الله بود، دو پسرش اسماعیل و اسحاق علیهم السلام اونا هم پیغمبر بودن، و نواسش یوسف علیه السلام هم پیغمبر بود. و به این شکل حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم هم از نسل ابراهیم علیه السلام است. لکن ابراهیم علیه السلام با وجود تمام صفات عالی کرامت، ولایت، نبوت، رسالت و پیغمبر اول العزم است. ببینین هم کرامت داشت، هم ولایت داشت، هم رسالت داشت، هم نبوت داشت و هم در جمله پیغمبرای اول العزم بود. لکن این خودش میگفت که و اذا مرضت فهو یشفین. ما با وجود اینمی صفاتی که الله برام داده، لکن وقتی که خودم مریض شدم مرا الله شفا میده. دکتر یک دوا میده در عالم اسباب، لکن شفا دهنده حقیقی الله هست. حتی امروز که در افغانستان کرونا هست یا در کل دنیا کرونا هست، ما و شما میبینیم کافرها مردم هم میگفتن که حجاب نکنین، زنا را منع میکنن در فرانسه از حجاب. الله متعال دو تا مرض مبتلاشون کرد که زن مردش حجاب میکنه، پوزای خدا کلش حال بسته میکنه. حکم الله هست.
اون دوها سر بت‌ها افتخار میکردن، امروز به دست خود بت‌های خود میده میکنن و مسلمان میشن و کلمه میخوان که لا اله الا الله محمد رسول الله اکبر. الله اکبر. و این به خاطر چی است؟ به خاطر ازی که اینمی مرض هم امی ویروس هم که هست باید او عقیده داشته باشیم که رب کسی است که حتی امون مرض هم بدون حکم از او انتقال نمیکنه. اگر یک کسی را الله بخواد به این مرض مبتلا بکنه ولو که مریض دیگه در امریکا باشه این در اینجا میگیره، اما اگر الله حکم نکرد به این ویروس امی برش انتقال نمیکنه. سیس انسان از نگاه عالم اسباب پوز خدا بسته میکنه یا وقایع میکنه، لکن انتقال ازی به حکم الله میشه و این را باید عقیده داشته باشیم. اگر کسی عقیده داشته باشه که ویروس بدون حکم الله خودش انتقال میکنه، این در صفت ربوبیت الله مشکل پیدا میکنه. و در قبر باز وقتی از پیش پرسان میشه که من ربک، رب تو کی هست، باز اینجا دهانش بند میشه و باز گفتن نمیتونه که رب مکی است. و یا تعیین کننده قانون، امروز بسیاری کساس با شریعت الله و با قانون الله در تضاد است، شریعت الله را قبول نداره و میگه من مسلمان هستم، قانون از اروپا و امریکا و آسیا و افریقا و یهود و نصارا میخواد تطبیق بکنه، از دموکراسی و سوسیالیسم و کمونیسم و از این میخواد قانون تطبیق بکنه. این قانون تعیین که میکنه چی خوب است چی خراب است، چی حلال است چی حرام است، چی درست است چی غلط است، چی حق است چی باطل است، تعیین کننده از این الله هست. این باید در نظر داشته باشیم که این قبر درس ما که در پانتون درس هم میتیم، یک درس تئوریک است یکی پرکتیک یعنی در لابراتوار عملا میخونه. ما میبینیم که دوست خود آوردیم و امو کسی به اشاره ما اونجا تبصره کردم و گفتم سعی بچهش که جینیر صاحب است و میخواد که سر مادرش هنوز خوب زیاد خاک پرده، اگر 2 خروارش 3 خروار شوه و دوستش که زیاد از سرش است، کل ما و شما همین روز میه زیر تخت سنگ و هیچ کلش مانده میشه و باز ما میریم و همین قسم پرسان میشه که من رب کی بود رب تو؟ کی برات قانون تعیین میکرد؟ کی برات حقوق بشر تعیین میکرد؟ کی برات حقوق زن تعیین میکرد؟ کی برات حقوق مادر تعیین میکرد؟ امریکا، غرب، شرق، باز اینجا نمیتونه بگه که رب مکی است، دانش بند میباشه، باز بگه ها لا ادری، من نمیفهمم. باز پرسانش میکنه که و من نبیک، پیغمبر تو کی هست؟ رهبر تو کی هست؟ اسوه تو کی هست؟ در زندگی به کی اقتدا میکردی؟ نماز به طریقه کی میخواندی؟ روزه رو به طریقه کی میگرفتی؟ ازدواجت به طریقه کی بود؟ مردیت به طریقه کی دفن میکردی؟ آیا در اسلام روز 2 روز 3 و شوجمگی بود؟ این روز 2 روز 3 و شوجمگی در کدام حدیث است که رسول الله صلی الله علیه و آله روز 2 شکی کرده؟ کدام عالم سند داره؟ در صحیح بخاری، صحیح مسلم، نسائی، ابو داود، ابن ماجه، در کل از اینا ما تحقیق کردیم، هیچ کسی بر رسول الله صلی الله علیه و آله در روز جنازهش نان چاش نکرده. رفتن در خانه متوفا جمع شدن نان خوردن بر مردم ناروا هست. رسول الله صلی الله علیه و آله توصیه کرد که اصنعوا لآل جعفر طعاما، شما که مسلمان هستین شما برین در خانه‌تان غذا پخته کنین بیارین برای خانواده جعفر، وقتی که جعفر رضی الله تعالی عنه به شهادت رسیده بود. اینا در غم هستن، شما برشان بیارین. کسی نرفته بود در خانه از اون نان بخوره. در بین صحابه اصحابی بودن که مثل عثمان غنی که جیش الاسره یک لشکر کلانه مصرفش میداد، سلاح، مهمات، غذا، لوجستیک کلش برش میداد، لکن اهمی در روز جنازه پیغمبر صلی الله علیه و آله دیگ نماند. دوست نداشت پیغمبر، روز 2 نکرد، روز 3 نکرد، شوجمگی نکرد، چل نکرد. این از کجا پیدا کردیم؟ این یک دین جدید است، بدعت است که مردم خودشان افرأیت من اتخذ الهه هوا. آیا به الله میگه شما ندیدین کسانی را که معبود خود، کسی که برش شریعت و دین تعیین میکنه، هوای خود گرفته؟ همسایه‌های ما چی میگه؟ عبدالزادای ما چی میگه؟ نمیگه که الله چی میگه. بگه مولوی صاحب در روز 2 رسول الله صلی چند دیگ مونده بودن؟ آیا صحابه پیسه نداشتن؟ عبدالرحمن ابن عوف تجار نبود؟ عثمان غنی رضی الله عنه تجار نبود؟ میلیونر نبود؟ در بین از این دیگران نبودن؟ چرا؟ آیا پیغمبر صلی الله علیه و آله در وقت احد در مقابل پیغمبر استاد میشن که باش که تیر در قلب ما بخورن، با پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصابت نکنه؟ خیلی چرا برش دیگ نمان؟
به خاطر از او که رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان توصیه نکرده بود، گفته بود این قسم نیستی که مثلا یک نفر هم پدرش فوت کنه هم مادرش فوت کنه، هم بازدیگرا برن سر از او 400 نفر 500 نفر دیگه نان بخورن، غم از او را 100 غم بسازن و بسیاری کسا قرضدار و دیندار و بالاخره زمین خود میفروشه و بسیاری وقتا مال یتیم می داشته باشه، یتیم دار می باشه، از او را میخوره. پس وقتی که اقتدا به رسول الله صلی الله علیه و سلم کردیم، باز اینجا بازی متوافا با بسیار گردن بلند بر ملائکه میگه نبی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، کسی را که من اسوه خود گرفته بودم، رهبر خود گرفته بودم، از او پیروی میکردم، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. من رهبر دیگه نداشتم. انسان مسلمان نیاز به رهبر نداره، رهبرش الله تعیین کرده. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. مسلمان ها چرا تکه تکه شدن؟ این رهبرم است، دیگر روز رهبرش خودش خرابی کرد یا هم کتش خراب کرد، دیگر روز در رهبر خود گرفت، اما رهبر اصلی را فراموش کرد که او رهبر باز قبر به دردش میخوره که به طریقه از او زندگی باید بکنه. و باز از پیش پرسان میشه که و ما دینو که در کدام دین بودی؟ نظام زندگی 12 نظام است در اسلام. نظام اعتقادی است، نظام عبادات است، نظام اخلاقی است، نظام اجتماعی است، نظام سیاسی است، نظام اقتصادی هست، نظام تعلیمی و تربیوی هست. این کل مجموعه نظامات تشکیل میکنه دین اسلامه. تو نظام های زندگی تا نظام زندگی تا از کی گرفته بودی؟ از قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. خلاص دینی الاسلام. نظام ما، قانون ما، سیاست ما، زندگی ما اسلام بود. در اینجا باز ملائکه برای چی میگه؟ میگه استراحت کو، خواب کو مثل خواب عروس. الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که وقت زندگی میکنیم در سر همین 3 کلمه دقیق متوجه باشیم و مطابق از همین رب خود الله را بگیریم، رهبر و اسوه خود محمد رسول الله را بگیریم صلی الله علیه و سلم و دین خود اسلام را بگیریم. الله متعال بر از مادر ما که وفات کرده جنت فردوس نصیبش بکنه، الله متعال را مغفرت بکنه، قبرش روضه جنت بگردانه، از کند دوزخ نگردانه. الله متعال همه ما و شما را توفیق هدایت نصیب بکنه و آخرین کلمه که از زبان ما خارج میشه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. و السلام. I am